برابر چه خبر؟ اومدیم به یه ویدیو دیگه از گیم. الان بریم یه بازی انتخاب کنیم، بریم سراغ استیکوار من مد شده است. مد شدهش رو میتونید از داخل مایکت بریزید یا از کانال روبیکایی که من در اختیارتون گذاشتم بریزید. بریم یه گیمی بزنیم. به به، من تو این بازی خیلی استادم، همه‌شون رو بردم. تو غیر مد شدهشون هم همه رو بردم. حالا که این مد شده است دیگه ایزیه تمامه. باز کنه ها. و بله، یه مرحله سخت میشناسم، مرحله 300 نه یه مرحله بیاریم ایزی باشه. 320 بیاریم ببینیم چه خبره. ارتقا بدیم، بریم یه استریمر دیگه. من همیشه این داره ارتقا میدم. بریم یه گیمی بزنیم برادن. خب بر اینجا دوتا اینو هم میارم. به همین میگن استریمر دیگه. خوش اومد به کانال یوتیوبم، پرهام تو استی. و برعکس حالا ما اینا رو آوردیم، مثلا بی نهایت همه چی داریم، همه چی. اونجا دلت میخواد بده یا اصلا همه چی میداریم. حالا نه میخوام به خودم سخت‌تر بشه کم میارم، اما این سری زیاد آوردم. بریم که بزنیم آتر رو بزنیم بر بدن. اوه عجب استریمری شدیم. ویدیوهای بعدی از فری فایر میذارم. به تو گیمی الان نشستم تو اتاق گیمی میزنم، دارم فیلم میزنم. بیاید دیگه گولای دارکی گفتم دادایید دیگه پدستیار جون نکتون میزنم تو دیگه ببینیم بزنید استیمره اینا آوردن که آوردن. به صدا بکن کم کنی اشار نگه صدای من بیفته تو دوربین و برعکس. اینو میزنم. به هر چی بخوام میذارم دیگه. ببرید دیگه پوفی، یعنی ببرید دیگه قلدنگا بدوید. ها بیارید دیگه، پدر در میارید. بیارید بدوید، میخوام بزنم پدرشون در بیارم. ویدیوی گیم بعدی ما از فری فایر است. حالا کالاف هم دارم ولی گوشیم جا نداره برزستانش کنم. برزستان حتما کردم. یه ویدیو چند تا ویدیو از اون میذارم استریمر میکنیم. لیولم خیلی بالاه، تو 157 نیاز. خیلی اکانت خبری دارم. و برابر حمله بر بدن نزاعتون رو پرتاب کنیم. ماشاءالله بر بچه ها. به چند دقیقه شد ویدیو؟ 4 دقیقه، نزدیک 4 دقیقه شده. و برابر بمیرید دیگه علنگا اوزگلا، بمیرید دیگه پدر سایه. چون من جون میکنید دیگه همش میارم. جورت کدی همش بیارم بزنم پدرش رو مادر که به عذاب میشونه. بشینید اینجا رو نگاه. به نگاه اینجا رو. آدم هاشن حدشان بیشتر شده. به عجب استریمریم. وای عجب استریمری میکنیم. انشالله که پیج یوتیوبمون
بره به بالاها مثل میلاد وانستی، کیلسولبا، کولگرمه، نیما تکیدو، بره بالا. ایشالله بره، ایشالله کش نخوره، ایشالله. یا عقب ببینیم ها بچه چوچه باشید. حالا بیا زنده بچه گولامونم زود میمیرن ها. بسته 4 51 نفر از 50 نفر بیشترم آوردن. هم انقدر بیارم صبر کنید. بسوزید. ماشالله استیمر به این میگم بچه ها، استیمر ها. ویدیوهای بعدی هم از فری فایر میذارم. به فری فایر میخوایم یه دست بازی کنیم یه ببینیم چطوره بازی من. میذارم اینقدر میذارم که بمیره گوشیم خدا شو. حالا قبیه جا بمیره فقط داغ میکنیم. بذارینه یا بچه چی نکنید. حالا اینجا نکنید از 50 نفر 90 نفر فوره، بیشترم آوردن. به یه دقیقه کنید. گوله شده چون تمام نمیشه این بازی. تمام شد دیگه. بدار سگ. خب صدایی کمتر. بذار صدای منم بیفته تو بازی. حمله. الان اون زامبی پرشیان میان خارشون رو میزنن به ازش میشونه. بیا بچه کوچه یا منحرف نباشید بچه کوچه میگم. به چند دقیقه شد ویدیو؟ 7 دقیقه شد. نه هی یکم طولانی شد. فیلم طولانیه دیگه. فیلم طولانی میذارم من. چیه با یا اینا نه بچه کوچه یا رو نگاه. من میدم خاره کنیم ازش میشونم. بیا 100 تا بولم بیاری من میده ازش میشونم. حالا یه مرحله سختره تو ویدیو بعدی میذارم. تو همین بازیه مرحله 300 خیلی طولانی میشه. خیلی سخته. اونو یه فیلم 30 دقیقه‌ای باید بذارم. بله بزنید پدرشون رو در میاری. ماشالله تمام شد دیگه. 8 دقیقه شد تیم همه سامانه شده. نه هی بلالل هی نه هی. یعنی استوب بذاریم دیگه کنیم. و بله استوبی زدیم که یکم ویدیو کوتاه تر بشه. بدبخت اینقدر طولانیه. بابا تمام شد دیگه. از این با کیفیت تر دیدید خدایم. خدا تمام شد. اینا بی فایده اینا. و بله استیمر میکنیم. استیمرر شدیم. ماشالله ببینیم دیگه. الان چی گفتم دارکر شده. واو چند دقیقه شد؟ بریم یه استوب بزنیم. استوب طولانی زدیم تا الان. مگه میارن الان یا بریم دوباره یه استوب بزنیم. این الان کوچولو هم نمیره. بزنمش بمیرید دیگه. بریم یه استوب دیگه. و بچه ها مرسی که تا اینجای ویدیو رو نگاه کردید. یه دونه هم بکشیم انشالله تمامه دیگه. انشالله یه دونه هم بکشیم دیگه بردیم و برسلام شدیم. و بزن دیگه الان چو 5 سر مرده. ببینیم دیگه که دستت
مرسی که تا اینجا ویدیو رو نگاه کردید. حتما منتظر ویدیو بعدی باشید، استمرهای بعدی باشید، قسمت 300 این باشید. 300ش خیلی مرحله 300ش خیلی معروفه، خیلی هم سخته. خدا حافظ تا یه ویدیو دیگه و اینم بردیم. خدا حافظ.